بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، بیایید درباره شب قدر یک صحبت کوتاه با هم داشته باشیم. امشب شب 27 ماه رمضان است و خیلی زیادی از شما عزیزان پرسیده ایستادید که آیا امشب شب قدر است یا نه. بیایید پیش از همه به احادیث پیامبر که در صحیح بخاری است نگاه کنیم که پیامبر میگویند تحروا لیلة القدر فی الوتر من 10 اواخر من رمضان. شما شب قدر را در دهه اخیر در شب‌های توقعش کفت و کاف کنید. در حدیث دیگر در دهه اخیر کفت و کاف کنید. اما بعضی از صحابگان از جمله ابی بن کعب که قاری این امت بودند و حتی اینقدر در قرآن متقن بودند که حضرت عمر میگویند ابی به مردم امامتی کن و شمایان نماز تراویح رو خوانید. ابی بن کعب قسم میخورند که شب قدر همین شب 27 است و حدیث در صحیح مسلم است و این چنین در کتاب‌های دیگر از ترمذی و مسند امام احمد هم هست که بسیاری از صحابگان از جمله ابی بن کعب، عبدالله ابن عباس، عمر ابن خطاب و عبدالله ابن مسعود اینها میدانستند که شب قدر شب 27 بود. ولیکن مردم این شب را فقط شب 27 را برای عبادت قرار داده، دیگر شبها را یکسو گذاشته. حدیث پیامبر که پیامبر در دهه اخیر خیلی عبادت میکردند و امتان خود را هم با این عملشان تشویق کرده بودند که شما هم در دهه اخیر پایبند عبادت باشید. مردم این عمل را کنار میگذارند و یگانه شب 27 را مخصوص میکنند گویان خبر نداده بودند. برای همین هم یکی از شاگردان ابی بن کعب میگویند اگر من از فتنه مردم نمیترسیدم که مردم همین شب را مخصوص عبادت میکنند و دیگر شبهای رمضان را غافل میمونند، من حتی اذان میدادم که ای مردم شب قدر این شب 27 است. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم در قول احمد ابن حنبل هم شب قدر همین شب 27 می باشد. ولی اگر به قول دیگر از صحابگان و بعضی از علما نگاه کنید میگویند شب قدر را پیامبر گفتند در شبهای توقع آخر رمضان کفت و کاف کنید. شب قدر میتواند 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29 باشد، ولی درباره 27 حدیث ها زیادتر می باشند. برای همین هم مسلمان این شبهای توقع را با امید اینکه یکی از اینها شب قدر هست باید با عبادت پایدار کند و این شبها را با عبادت گذراند. ولی چه خیلی که گفتم همین شبی که الان ما قرار داریم که شب 27 است، به این خیلی زیادی از صحابگان میگویند که همین شب قدر می باشد. و درباره شب قدر البته سوره قدر را همگی خواندگی هستیم، ان انزلناه فی لیلة القدر. و برای چی نامش قدر است؟ بعضی از مفسرین میگویند برای آنکه هر کسی که این شب را با عبادت گذراند صاحب قدر می شود، با قدر می شود. بعضی از علما میگویند برای آنکه این شب نوشته شدن تقدیر یک ساله است و این شب را وقتی شما با عبادت میگذرانید بدانید که این شب تقدیر نوشت تقدیر هاست و باید خیلی زیاد دعا هم کرد. بعضی از علما میگویند برای آنکه این شب یک قدری بزرگ دارد، برای آنکه در این شب هم فرشته ها همراه جبرائیل به زمین میفرایند و حتی زمین تنگی میکند برای فرشته ها که چقدر با عدد زیاد به زمین فرود میآیند. ولی هر چی باشد هم معنای کدامی از این کلمه ها رو در بر گیرد هم ما میدانیم که این شب یکی از بزرگترین شب‌های سال است که هیچ شب با این شب برابر شده نمیتواند. و لیلة القدر خیر من الف شهر، 2 رکعت نماز خوانده شما در یک شب برابر می شود و بهتر می شود از عبادت 84 سالانه و ذکری که میکنید، دعایی که میکنید، سبحان الله و الحمدلله که میگوید، استغفاری که میگوید، اینها همش اجرش برابر 1000 ماه می شود. ولی اینجا عزیزان در تاجیکستان خیلی خرافات ها در این باره هست که گویا که یک پرنده پرواز میکند و او را دیده باید آرزوات را گویی، یا اینکه در این شب فرشته ها می آیند و ما با آنها سلام میگوییم اگر خوابمان بیاید به خانه نمیدرند. اینها همش خرافات است. در باره فرود آمدن فرشته ها همراه روح یعنی جبرائیل آیت برای ما بسنده است، ولیکن تنزل الملائکه و الروح فیها، لیکن این را بدانیم که معنیش این نیست که فرشته اومده با ما صحبت میکنند. معنیش این نیست که به بعضی خانه ها
برای اون که شما خوب هستید نمیدرویند، یا اینکه یک پرنده هست. اینها همش خرافات است. ولی چیز دیگری که در ما خیلی زیاد پخش شده است این که گویا که این شب یک نماز مخصوص داشته باشد که گویا که شما 2 رکعت نماز شب قدر میخوانید و سوره قدر رو در هر یک رکعت چند باری میخوانید. خواهران عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم این شبها رو زنده می‌داشتند، یعنی تمام شب عبادت میکردند. اما 2 رکعت نماز مخصوص دارد در یگان جا آمدگی نیست. پیامبر همان نماز تراویحی که میخوندند که دور و دراز میخوندند، همان ذکر و همان دعا و خواندن قرآن اینها رو انجام میدادن. اما در یگان جا آمدگی نیست که 2 رکعت نماز مخصوص شب قدر است، با نیت مخصوص، با یک شکل یا کیفیت مخصوص که باید انجام داده شود. این گونه نماز وجود ندارد. نماز قدر یعنی نماز نیست در ما. این یک بدعت است که بافته شده است. اما شما میتوانید همون نماز 8 رکعتی تراویح یا اینکه 20 رکعتی تراویح را که دربارش گفته گذاشتیم خوانید. بعد از این باز نمازهای تهجد یا نمازهای دیگر نافله خوانید. برابر این میتوانید قرآن خوانید، ذکر کنید، دعا کنید که ان شاء الله شب اجابت دعا هست. میتوانید توبه کنید، میتوانید از الله درباره نوشته شدن تقدیر یک ساله که پروردگار کل تقدیر ما رو به بهترین شکل تبدیل بده در این یک سال دعا کنید. اما نماز مخصوص در این شب وجود ندارد. ولی چه خیلی که گفتیم، با امید آن که بسیار از صحابگان میگویند همین شب قدر است، شب 27 شب قدر است. ما انشاءالله این شب را زنده داشته تمام شب با عبادت میگذرانیم. درباره علامت هایش که آیا شب قدر یگان علامت های مخصوص دارد، چه خیلی که گفتم پرنده می آید و اینها یگان اساس ندارد. اما در بعضی از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شب قدر شبی هست که نورانی می شود و در این شب یعنی شب یک رفشنی دارد. این شب مثل دیگر شبها ظلمات نمی شود، نه گرم می شود نه خنک می شود و آفتاب در همان روز یعنی این شب اگر شب قدر باشد، فردا آفتاب را می بینید که حمرا ضعیف می شود. یعنی حمرا و ضعیف معنیش این است که سرخ لیکن بی قوت، یعنی اونقدر که تابان است و شعاعهایش به همه جا می زند. این گونه تابان آفتاب نمی بروید و روزش رو می بینید که یعنی بعد از این شب گذشتن یک کم چی است، آفتاب بی نورتر است. اما همون شب شبی هست که نه خنک و نه خیلی گرم و از شبهای هست که شبی امن و آرامی است. یعنی انسان تماما از یگان چیز در این شبها خوف و ترس ندارد. این بود خواهران عزیز درباره شب قدر. یکدیگر رو دعا کردن رو هم فراموش نکنید و این شب رو ان شاء الله با امید اون که الله عبادت هایمان را قبول کند با هم در عبادت میگذرانیم و پروردگار نصیب کند که دور از ریا و دور از بدعت ها و همان گونه‌ای که پیامبر و اصحابشان این شب رو زنده داشته بودند ما هم با عبادت زنده داریمش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.